به قسمت 18 از پادکست اثر مرکب خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بازبینی عادات ناپسند. من پیشنهاد نمی کنم همه چیزهای بد را از زندگی خود حذف کنید. در اغلب موارد همه چیز با اعتدال خوب است. اما چگونه می توانید تشخیص دهید که آیا یک عادت بد بر شما حاکم شده است؟ من این کار را توسط بازبینی و مرور صفات ناپسند خود انجام می دهم. گهگاهی من یکی از عادات ناپسند خود را سریعاً بررسی می کنم تا ببینم آیا من بر عادتهای خود کنترل دارم یا نه. رذایل و عادات بد من عبارتند از نوشیدن قهوه، نوشابه‌های الکلی و مضر، بستنی و تماشای فیلم. من قبلا درباره وسواس خود به بستنی برای شما اندکی توضیح دادم. در مورد نوشابه باید مطمئن باشم که فقط از یک لیوان نوشابه لذت میبرم، نه اینکه افراط و زیاده روی کنم. تقریباً هر 3 ماه یک رذیلت و عادات زشت انتخاب می کنم و به مدت 30 روز از انجام آن پرهیز می کنم. این احتمالاً از تربیت و اعتقادات مذهبی من ناشی می شود. من دوست دارم به خودم ثابت کنم که هنوز مسئول و حاکم اعمال خود هستم. خودتان این را امتحان کنید. یک عادت نادرست را انتخاب کنید که در آن افراط و تفریط نمی کنید، ولی می دانید تأثیر مثبتی در زندگی شما ندارد و به مدت 30 روز از انجام آن پرهیز کنید. اگرچه این کار ممکن است واقعاً برای شما سخت باشد، اما احتمال دارد بتوانید این عادت ناپسند را ترک کنید و زندگی خود را بهبود بخشید. عوامل تغییر دهنده اساسی. 6 تکنیک برای ایجاد عادتهای خوب. اکنون که به شما کمک کردیم عادتهای بدی که شما را در مسیر اشتباه هدایت می‌کردند ترک کنید، باید انتخاب‌ها، رفتارها و در نهایت عادات جدیدی ایجاد کنیم که شما را در جهتی هدایت کنند که بتوانید بزرگترین خواسته‌ها و آرزوهای خود را برآورده کنید. از بین بردن یک عادت بد به معنای حذف آن از زندگی روزمره شماست. ایجاد یک عادت جدید و سازنده نیاز به یک مجموعه مهارت‌های کاملاً متفاوت دارد. شما درختی را می‌کارید، آبیاری می‌کنید، کود می‌دهید و مراقبت می‌کنید که آن درخت به درستی ریشه بگیرد. انجام این کار به تلاش، وقت و تمرین نیاز دارد. در اینجا من تکنیک‌های مورد علاقه خود را برای ایجاد عادت‌های خوب به شما پیشنهاد می‌کنم. جان سی مکسول، متخصص برجسته هدایت و رهبری، گفت که شما هرگز زندگی خود را تغییر نخواهید داد مگر اینکه کاری را که همیشه انجام می دهید تغییر دهید. رمز موفقیت شما در برنامه روزمره شما قرار دارد. طبق تحقیقات برای تبدیل یک عادت جدید به عملی ناخودآگاه باید آن را 300 دفعه که تقریباً برابر با 1 سال تمرین روزانه است انجام دهید. خوشبختانه همانطور که قبلا ذکر شد می‌دانیم که پس از 3 هفته تمرکز به احتمال زیاد یک عادت جدید را در زندگی خود ایجاد خواهیم کرد. این بدان معناست که اگر روزانه در طی 3 هفته به طور مداوم به یک عادت جدید توجه ویژه‌ای داشته باشید، شانس بیشتری برای تبدیل آن به یک عمل و عادت مادام العمر خواهیم داشت. واقعیت این است که امکان دارد شما بتوانید در 1 ثانیه و فوراً یک عادت را تغییر دهید.
یا ممکن است برای ترک آن لازم باشد 10 سال طولانی تلاش و کوشش کنید. به عنوان مثال، اولین باری که بخاری داغ را لمس کردید، فوراً متوجه شدید که هرگز این کار را به یک عادت تبدیل نخواهید کرد. شوک و درد ناشی از سوزش بخاری آنقدر شدید بود که برای همیشه آگاهی شما را تغییر داد و متوجه شدید که تا آخر عمر باید مراقب بخاری داغ باشید. نکته اصلی در اینجا این است که شما برای همیشه نسبت به خطرات بخاری داغ آگاه مانده اید. اگر واقعاً می‌خواهید یک عادت خوب را حفظ کنید، مطمئن شوید که حداقل یک بار در روز به آن توجه می‌کنید و با این کار احتمال موفقیت شما بسیار بیشتر خواهد بود. اکنون عوامل ایجاد عادات پسندیده را بررسی می‌کنیم. 1. خود را برای کسب موفقیت آماده کنید. هر عادت جدید باید در کیفیت و شیوه زندگی شما مؤثر باشد. اگر عضو باشگاهی شوید که 30 مایل از محل زندگی شما دورتر است، به آنجا نخواهید رفت. اگر می‌خواهید شب‌ها ورزش کنید، اما سالن ورزشی ساعت 6 عصر تعطیل می شود، آن باشگاه برای شما مفید نخواهد بود. سالن ورزشی باید به شما نزدیک و در دسترس باشد و با برنامه‌های شما تداخل نداشته باشد. اگر می خواهید وزن کم کنید و غذای سالم بخورید، اطمینان حاصل کنید که داخل یخچال و کابینت آشپزخانه شما غذاها و خوردنی‌های سالم پیدا شود. آیا می‌خواهید مطمئن شوید که هنگامی که در میانه روز گرسنگی شما را عذاب می‌دهد، تنقلات زیان‌آور مصرف نخواهید کرد؟ در کشوی میز خود آجیل و خوردنی‌های سالم نگه دارید. آسان‌ترین راه برای نجات از گرسنگی کربوهیدرات‌ها هستند. یکی از استراتژی‌های من در دسترس نگه داشتن پروتئین است. یک شنبه مقداری مرغ میپزم و سپس آن را بسته‌بندی میکنم و به مدت 1 هفته از آن استفاده میکنم. یکی از عادات منحرف کننده و مخرب من اعتیاد به ایمیل است. جدی عرض کردم و قصدم مزاح و شوخی نبود. اگر مراقب نباشم، هر روز ساعت‌های متمادی را با خواندن ایمیل‌های فراوان تلف خواهم کرد. بنابراین برای ایجاد یک عادت جدید مبنا بر اینکه فقط 3 بار در روز ایمیل‌های خود را بررسی کنم، همه اعلان‌های رسیدن ایمیل‌های جدید را خاموش کردم و بجز آن 3 مرتبه که ایمیل‌ها را می‌خوانم، در طول روز اپلیکیشن ایمیل را باز نمی کنم. این اقدام باعث می شود من وسوسه نشوم که کل روز وقت خود را با خواندن ایمیل ها هدر دهم. 2. به افزودن فکر کنید، نه به کاهش. وقتی من در مجله ساکسس با مونتل ویلیامز مصاحبه می کردم، او در مورد رژیم غذایی سختگیرانه‌ای که به دلیل بیماری MS فلج چندگانه انتخاب کرده بود توضیحاتی داد. مونتل خود را با چیزی به نام اصل افزودن سازگار کرده بود و من فکر می کنم این یک ابزار بسیار مؤثر برای هر کسی است که هدفی را دنبال می کند. او گفت این اصل بدان معنا نیست که شما چندان تلاش کنید تا چیزهایی را حذف کنید، بلکه مربوط به افزودن چیزی به رژیم غذایی خود است. او از این اصل در زندگی پیروی می کرد. او به جای اینکه فکر کند که باید خود را محروم کند یا چیزهایی را از رژیم غذایی خود حذف کند، به عنوان مثال من نمیتوانم همبرگر، شکلات یا لبنیات بخورم، به آنچه که میتوانست بخورد فکر میکرد. به عنوان مثال امروز من یک سالاد و سبزیجات بخارپز و انجیر تازه میخورم.
او شکم خود را به آنچه میتواند بخورد پر میکند و یعنی به خوردن فکر میکند، نه به گرسنه ماندن. مونتل به جای تمرکز بر آنچه باید قربانی کند، به آنچه میخواهد اضافه کند فکر میکند. نتیجه این شیوه بسیار قدرتمند است. یکی از دوستان من میخواست عادت بد خود را که عبارت بود از تماشای بیش از حد تلویزیون ترک کند. من برای کمک به او پرسیدم اگر او 3 ساعت وقت آزاد داشته باشد دوست دارد چه کاری انجام دهد. او گفت که بیشتر با فرزندان خود بازی خواهد کرد. من همچنین از او خواستم سرگرمی مورد علاقه خود را انتخاب کند. او به عکاسی علاقه‌مند بود. او که کاملا فنی بود، همه تجهیزات پیشرفته عکاسی و ویرایش عکس را تهیه کرد و با خوشحالی با خانواده خود به گردش می‌رفت تا بتواند از فرزندان خود عکس‌های عالی بگیرد. سپس او شب‌ها چند ساعت به ویرایش عکس‌ها و درست کردن آلبوم اختصاص می‌داد تا خانواده از تماشای آنها لذت ببرند. این کار باعث شده بود آنها اوقات بیشتری را با هم سپری کنند، با هم بخندند و به یاد داشته باشند که چقدر سرگرم شده بودند و خاطره سازی کنند. از آنجا که او به بچه‌های خود و عکاسی سرگرم بود، دیگر وقت و تمایلی برای تماشای برنامه‌های شبانه تلویزیون نداشت. او فهمید که دلیل تماشای تلویزیون این بود که آن یک راه فرار و رهایی از استرس‌های یک روز پرمشغله کاری بود. با عکاسی و بازی با فرزندان به جای تماشای تلویزیون، او خیلی باروحیه‌تر و بانشادتر شد و زندگی بسیار پربارتر پیدا کرد. شما چه چیزی می توانید به زندگی خود بیفزایید که زندگی شما را غنی‌تر کند؟ 3. نمایش عمومی مسئولیت پذیری. یک مقام دولتی را تصور کنید که برای پذیرش مسئولیت رسمی خود سوگند یاد می کند. او چنین می گوید که من با جدیت قسم می خورم که و سپس سخنرانی خود را در مورد چگونگی پیگیری و انجام وعده‌های انتخاباتی خود شروع می کند. او می داند به محض اینکه به صورت عمومی اعلام کرد و سوگند خورد که به وعده‌های خود جامه عمل می پوشاند، مسئول و پاسخگوی هر گونه عملی خواهد بود که مانع به حقیقت پیوستن وعده‌های او می شود. و اگر در رسیدن به اهداف وعده داده شده پیشرفت حاصل کند، مورد تحسین و قدردانی قرار خواهد گرفت. می‌خواهید این عادت جدید یعنی مسئولیت پذیری را پایدارتر کنید؟ مسئولان دولتی را نگاه کنید چگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. من در مورد یک زن اینگونه شنیدم که او تصمیم گرفت با نوشتن وبلاگ در مورد هر پنی که هر روز خرج می‌کند سعی کرد کنترل امور مالی خود را به دست آورد. خانواده، دوستان و تعداد زیادی از همکاران او عادت‌ها و نحوه مدیریت مالی او را پیگیری می‌کردند. بنابراین او در امور مالی خود بسیار مسئولیت پذیرتر و منظمتر شده بود. من یک بار به یکی از همکارانم کمک کردم سیگار را ترک کند و به همه کارمندان شرکت گفتم گوش کنید. زلدا تصمیم گرفته سیگار را ترک کند. عالی نیست؟ او الان آخرین سیگار خود را دود کرد. سپس من یک تقویم دیواری بزرگ پشت دیوار اتاق کار او نصب کردم. او در تقویم در کنار روزهایی که سیگار نمی کشید یک ضربدر بزرگ قرمز می کشید. همکاران او متوجه این موضوع شدند و او را تشویق کردند. ضربدرها تمام تقویم را پر کردند. زلدا نمیخواست خود و همکاران خود را ناامید کند.
ضمن اینکه با مشاهده افزایش ضربدرها روی تقویم، اشتیاق او برای ترک سیگار افزایش یافت. تصمیم خود مبنی بر ایجاد یک عادت مثبت را به خانواده و دوستان خود بگویید. در فیسبوک و توییتر تصمیم خود را اعلام کنید. بگویید که شما کلانتر و مراقب اعمال و رفتار و عادات خود هستید. 4. یک همراه پیدا کنید. در اکثر موارد یک رفیق که هدف او با شما یکسان است، در مقایسه با گزینه‌های دیگر شما را در رسیدن به هدف بهتر یاری می‌کند. برای بالا بردن شانس یک رفیق موفق پیدا کنید. کسی که ضمن کمک به تقویت عادت جدیدی که اختیار کرده اید بتواند شما را مسئول تصمیم خود نگه دارد و شما را ثابت قدم نگه دارد. ضمن اینکه شما نیز به او کمک می‌کنید تا موفق شود. به عنوان مثال، من خودم یک رفیقی دارم که او را از شریک اوج عملکرد یا شریک عملکرد موفقیت آمیز می‌نامم. ما هر جمعه ساعت 2 بامداد یک ارتباط تلفنی 30 دقیقه‌ای داریم که در طی آن ما پیروزی‌ها، ناکامی‌ها، تغییرات و اصلاحات خود را مطرح می‌کنیم و از بازخوردها و نظرات یکدیگر آگاه می‌شویم و به یکدیگر کمک می‌کنیم در قبال تصمیمی که گرفته‌ایم پاسخگو بمانیم. ممکن است شما برای پیاده‌روی، دویدن یا ورزش کردن در یک باشگاه ورزشی یا ملاقات برای بحث و گفتگو به یک دوست موفقیت نیاز داشته باشید. 5. رقابت و رفاقت. هیچ عاملی نمیتواند مانند یک مسابقه دوستانه باعث تقویت روحیه و ایجاد یک عادت مستحکم جدید شود. دکتر مهمت اوز یک بار در مصاحبه‌ای به من گفت که اگر مردم فقط 1000 قدم دیگر در روز راه بروند، زندگی خود را تغییر می‌دهند. ویدیو پلاس، شرکت اصلی گرداننده مجله ساکسس، یک مسابقه قدمزنی یا پیاده‌روی برگزار کرد. در این مسابقه به پای هر کدام از شرکت کنندگان یک گام شمار بسته شده بود تا تعداد قدم‌های آنها را شمارش کرده و ثبت کند. کارکنان در قالب چند تیم به رقابت پرداختند تا مشخص شود که کدام تیم می‌تواند بیشترین تعداد قدم‌ها را ثبت کند. برای من شگفت‌آور بود که افرادی که قبلا برای سلامتی خود ورزش نمی‌کردند، ناگهان 4، 5 یا 6 مایل در روز راه می‌رفتند. هنگام نهار آنها در پارکینگ قدم می‌زدند. اگر تماس تلفنی آنها طولانی می‌شد، در حین مکالمه با تلفن همراه خود مشغول قدم زدن بودند. آنها به دلیل اینکه قرار بود در این مسابقه شرکت کنند، راه‌هایی را برای افزایش فعالیت خود پیدا کرده بودند. فعالیت قدمزنی همه کارکنان تحت نظر قرار داشتند و همه می توانستند ببینند چه کسی کمتر قدم زده و چه کسی بیشتر قدم زده. تعداد قدم‌های افراد شرکت کننده در مسابقه هر روز بیشتر می‌شد. با این حال به محض اتمام مسابقه من مشاهده کردم که تعداد قدم‌ها کاملا سقوط کرد و فقط 1 ماه پس از مسابقه بیش از 60% کاهش یافت. ولی هنگام مسابقه مجدداً افزایش یافت. فقط کمی رقابت برای ایجاد انگیزه در آنها کافی بود. همچنین آنها در یک احساس اجتماعی و همراهی فوق‌العاده و یک فعالیت مشترک در حال تجربه بودند. چه نوع رقابت دوستانه ای را می توانید با دوستان و همکاران یا هم تیمی خود برقرار کنید؟
چگونه می توانید یک رقابت سرگرم کننده و یک روحیه رقابتی را به عادت جدید خود تبدیل کنید؟ 6. جشن بگیرید. کار بدون تفریح آدم را کسل و فرسوده می کند و باعث پسرفت و عقبگرد می شود. باید گاهی اوقات جشن بگیرید و از پیروزی ها و موفقیت های خود لذت ببرید. شما نمی توانید خود را بدون هیچ نتیجه‌ای فدا کنید و بی بهره بمانید. شما به خاطر اینکه به یک عادت جدید مثبت پایبند مانده اید، هر روز، هر هفته و هر ماه برای قدردانی از خود باید یک پاداش کوچک در نظر بگیرید. مثلا می توانید به پیاده روی بروید، در وان حمام لم دهید یا یک مطلب جذاب بخوانید. هنگامی که موفقیت‌های بزرگتری کسب کردید، می توانید به عنوان مثال به رستوران مورد علاقه خود رفته و در آنجا شام بخورید، یا می توانید به مکان‌هایی که خدمات ماساژ ارائه می دهند بروید و هنگامی که به هدف نهایی خود رسیدید می توانید یک ظرف خوشگل بزرگ پر از طلا به خود هدیه بدهید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید کامنت بذارید، لایک کنید و ما رو دنبال کنید. Thinking of you.